الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 31 از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه به شما باز یک چند نمودی تقسیمات توحید را بیان خواهیم کرد. در حلقه گذشته به شما بیان گشت که توحید دو رکن دارد که این نفی است و اثبات است و بدون این دو رکن توحید صحیح نخواهد شد. و بعد از این بیان شد که محل توحید، مکانی به وجود آمدن توحید، این زبان است و قلب است و عمل و بگویم جسم است. یعنی سخن زبان، سخن دل و عمل دل و عمل جسم. پس این دلالت می کند که توحید هم قولی و هم عملی و هم اعتقادی هست. بارک الله فیکم. اما در مسئله تقسیمات توحید، بله، اهل سنت و الجماعت می گویند که توحید معروف ترین تقسیمات این به 3 قسم است. توحید تقسیم می شود به توحید الوهیت که علما این توحید را توحید عبادت هم می گویند، یعنی یگانه عبادت کردن الله سبحانه و تعالی و تمام عبادت را به الله انجام دادن. و توحید ربوبیت این را می گویند که توحید آفرینش، توحید ربوبیت، توحیدی که به خالق بودن الله، به رازق بودن الله، به مدبر بودن الله، به رب بودن الله سبحانه و تعالی دلالت می کند. یگانگی الله در آفرینش، در خالقیت، یگانگی الله در رزق دادن و یگانگی الله در حاکم بودنش. و این چنین توحید الاسماء و صفات، توحید نامها و صفاتهای الله سبحانه و تعالی، یعنی یگانگی الله در نامها و صفاتهایش. هیچ کسی نام به مانند نام الله ندارد. هیچ کسی صفت به مانند صفت الله سبحانه و تعالی ندارد. یعنی یک صفتی که 100% مانند صفت الله باشد، هم از نظر چگونگیش، هم از نظر کمالیتش، یا که نامی که هم از نظر چگونگی و هم از نظر کمال مانند نام الله سبحانه و تعالی باشد وجود ندارد. ما باید به این اعتقاد بکنیم. و این چنین بعضی از علما این تقسیمات را دیگر نمود هم کرده اند، یعنی تقسیمات توحید را 3 قسم نه و 2 قسم هم گفتند توحید علمی، خبری و توحید عملی. توحید علمی توحید ربوبیت و اسما و صفات، و توحید عملی توحید الوهیت. بله، توحید الوهیت این توحید عملی هست، یعنی تمام عملی که شما انجام میدهید، عبادت هایی که انجام میدهید، با الله سبحانه و تعالی انجام بدهید، به غیر الله انجام ندهید. این توحید عملی. چگونه که گفتیم توحید نسبت دادن یگانگی به الله. توحید این عملی بنده است، بنده یگانگی را به الله نسبت میدهد. پس توحید الوهیت، بنده با عملهایش الله سبحانه و تعالی را یگانه میشناسد، تمام عملها را به الله انجام میدهد. توحید ربوبیت و توحید اسما و صفات توحید علمی هست، یعنی شما میدانید، اعتقاد میکنید با دانستنتون. یا بعضی از علما تقسیم توحید را باز گفتند 2 قسم. توحید 2 قسم است گفتند: توحید علمی
خبری و توحید معرفت و اثبات. توحید علمی این توحید ربوبیت و اسما و صفات، و توحید معرفت و اثبات این توحید الوهیت، یا که باز گفتن توحید اسما و صفات و الوهیت. بارک الله فیکم. بله درست است که توحید را سه قسم بگوییم به این تقسیمات معروف و مشهور: توحید ربوبیت، الوهیت، اسما و صفات. یا که گفتی بعضی از علما رو بگیم که توحید علمی و عملی، این هم باز همون در داخلش سه توحید رو در بر میگیرد. یا که توحید علمی و خبری و معرفت و اثبات بگیم، یا طلب و اثبات، که این هم، یا که معرفت و طلب، این نمود تقسیم هم باز همون سه توحید رو بیان میکنه: توحید ربوبیت، الوهیت و اسما و صفات. اما به دیگر عباره آمده شده است. اما بعضی از علمای اهل سنت و الجماعت، خصوصا در همین عصر و در عصرهای گذشته، بر بالای این سه نمود توحید باز دو نمود توحید را اضافه کردند. دو نوع و دو نمود توحید، این توحید متابعت و توحید الحاکمیه است. و توحید الحاکمیه یعنی گفتند اصل تمام توحید ها، گفتند این سه چیز، سه تقسیم است، یا بگیم سه نمود از توحید است: توحید ربوبیت، توحید الوهیت، توحید اسما و صفات. این اصل تمام توحید هاست. اصل همین سه نمود توحید است. اما ما می توانیم که باز دیگر نمودهای توحیدی که، یا جانب از جانب توحیدی که امروز در بین مردم فراموش شده است، ترک شده است و به این نمود عبادت شرک واقع شده است، این نمود توحید رو ما علاهیده ذکر کنیم تا که مردم بفهمند که این از عبادت است، از توحید است، و به این شرک را همراه نکنند. بمانند توحید متابعت. توحید متابعت یعنی یگانه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را پیروی کردن، متابعت کردن، اطاعت کردن، پیروی کردن، سخنش را گرفتن و سخن کسی را از سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم افضل ندانستن و واجب دانستن اطاعتش و اعتقاد نکردن بر این که یگان کس از پیروی پیامبر صلی الله علیه و سلم میتواند که بیرون بشود. به حکم رسول الله حکم کردن، چنگ زدن به منهج و هدی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، این توحید متابعت است. هر کسی که پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیکند، پس توحید متابعتش، توحید پیرویش شکسته است. البته که از اسلام خارج می شود. اشهد ان محمد رسول الله، شهادت میدهم که البته محمد رسول الله است صلی الله علیه و سلم. انمین دلالت کننده به توحید متابعت است. و بعد از این توحید الحاکمیه، توحید حاکمیت، توحید حکم، یعنی یگانه به حکم الله سبحانه و تعالی حکم کردن. حکم عبادت است. وقتی که حکم عبادت شد، یعنی به حکم الله و رسول حکم کردن، به حکم شریعت حکم کردن، به منهج و هدی رسول الله حکم کردن، این عبادت است. این امر الله و رسولش است. این خواست شریعت است. پس هر کسی که به حکم غیر الله و رسول حکم میکند، این مشرک است. اما امروز سبحان الله مشاهده می شود که انحراف در این موضوع زیاد شده است. بسیار مسلمان ها گمان میکنند که حکم کردن به حکم غیر الله گویا که جایز است. این شرک را فراموش کردند. شرک در حکم را فراموش کردند. عبادت بودن حکم کردن به حکم الله را فراموش کردند. فکر کردند که حکم نمودن یک امر عادی هست. از همین جهت علما وقتی که دیدند که همه به این یک نظری سهلنگاری میکنند، به یک نظری عادی نظر میکنند، همچون یک تنبیه، همچون آگاهی گفتند توحید الحاکمیه. یعنی آگاه باشید که ما در حکم الله هم باید توحید داشته باشیم. یعنی تنها به حکم الله سبحانه و تعالی حکم نماییم. به غیر حکم الله حکم کردن این شرک است. به حکم الله و رسولش حکم کردن این توحید است. انسان را موحد میکند.
به غیر حکم الله رسول حکم کردن انسان را مشرک میکنند. ما حالا در این مسئله ان شاء الله باز کمی صحبت میکنیم، بعد از یک کمی باز صحبت میکنیم. پس این نمود تقسیم های توحید در نزد اهل سنت و الجماعت بود که همچنین تقسیم میکنند. بارک الله فیکم. پس نظر میکنیم به اعتبار دیگرش. تقسیمات توحید به اعتباری از کی به وجود آمدنش و به کی تعلق داشتنش. توحید به کی تعلق دارد و از کی به وجود می آید؟ توحیدی هست که یکم نمود توحید توحیدی که متعلق به الله است. توحیدی که خاص به صفتهای الله سبحانه و تعالی، به فعلهای الله، به یگانگی الله قائم می شود، تعلق دارد. توحیدی که متعلق به الله است، متعلق به صفتها و به فعلها و به یگانگی الله دارد. این توحید ربوبیت و توحید الوهیت و توحید اسما و صفات است. یا که بگیم این توحید ربوبیت است و توحید اسما و صفات که خاص متعلق به الله است، به صفتهای الله، به فعلهای الله است. اما دومین نمود توحید متعلق به فعل مخلوق، به فعل بنده ها است که این توحید الوهیت است. ای یعبد الله وحده، یعنی این نمود توحید معناش این است که یگانه الله را عبادت نمودن، این که یگانه الله را عبادت بکنی. در قلب یک انسان، در جسم یک انسان، تمامی بزرگ شماری که می شود، خاری و زاری و شکستگی که می شود، تنها با الله سبحانه و تعالی باشد. به غیر الله شکست شدن، تعظیم کردن، سجده کردن، سرخم کردن، بزرگ شمردن غیر الله، این همش شکننده توحید است و این همش شرک در الوهیت است. پس توحید این بگویم یک قسمش به الله تعلق دارد و یک قسمش به بنده. توحید ربوبیت و اسما و صفات به الله تعلق دارد و توحید الوهیت این فعلی بنده است. بارک الله فیکم. پس این بود یک نمودی تقسیم دیگر. اما این چنین تقسیم توحید به اعتباری کسی که وصف می شود. هر کسی که وصف به توحید می شود، البته الله سبحانه و تعالی و رسولش. توحید المرسل میگن علما، یعنی توحید فرستاننده، اونی که رسول الله را فرستاند، اونی که قرآن را فرستاند، اونی که شریعت را فرستاند، یعنی توحید الله. توحید الله با الوهیت الله، با یگانه عبادت کردن الله. توحید ربوبیت و توحید اسما و صفاتش، انا من توحید الله است. توحید الله وقتی که میگیم یعنی توحید الوهیت، توحید ربوبیت، توحید اسما و صفات. اما دومین نمود توحید است توحید المرسل، توحید فرستاده شده. این توحید الرسول صلی الله علیه وسلم، این نامش توحید المتابعه. این نمود توحید چگونه به وجود میاد؟ با پیروی و اتباع کردن رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، با طاعت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، با اطاعت کردن رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، با تحکیم کردن رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. یعنی مشکلات را با حکم رسول صلی الله علیه وسلم حل و فصل نمودن، با سیاست رسول الله سیاست را پیش بردن، با قانونگذاری و با دولتداری و با نظام رسول الله دولتداری و قانونگذاری و حکم کردن و امر رسول الله را از دیگر امرها پیش گرفتن و تصدیق کردن رسول الله و دوست داشتن رسول الله. انمین طلبات و مقتضای شهادتی ان محمد رسول الله است. امروز مسلمان ها در این باب و در این جزء توحید مشکلی دارند. وقتی که توحید میگوییم گمان میکنند که توحید فقط توحید الله است،
یعنی توحید الله، توحید المرسل را فقط فکر میکنند. فکر میکنند که توحید فقط توحید ربوبیت، الوهیت، اسما و صفات است. هر یک نمود توحیدی که به این توحیدهای ربوبیت، الوهیت، اسما و صفات تعلق دارد به همین اسم میگن. تمام. توحید را فقط توحید الله میگن، توحید رسول الله را نمیدانند. از همین جهت به مشاکل، به کفر و شرک بعضشون داخل میشند. پس برادرانم و خواهران عزیزم، توحید وجود دارد که این توحید الله است، بمانند توحید الوهیت، توحید ربوبیت، توحید اسما و صفات. یا این را شما میتونید توحید علمی، توحید عملی، توحید علمی و خبری، توحید نظری، یا که توحید طلب والمعرفة والطلب. اما دومین نمود توحید، توحیدی که توحید الرسول است، که یگانه باید رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی کرده، اطاعت کرده و حکمش از دیگر حکمها پیش گرفته. یعنی هدی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را چنگ زدن، که ما هدی رسول الله را بیان کردیم. بارک الله فیکم. این یک نمود تقسیم دیگری توحید بود که ما باید بدانیم. مشکلی صوفی ها را ببینید، مشکلی رافضه ها را ببینید، مشکلی فرقه های باطل را، متعصبین را ببینید. بسیار مشرکین و کفار مشکلیشان بعد از به وجود آوردن توحید الله، بعد از به وجود آوردن توحید ربوبیت و الوهیت اسما و صفات، مشکلی اونها در توحید مرسل، در توحید الرسول باقی میماند. موحد است، یعنی توحید ربوبیت و الوهیت اسما و صفات را انجام میدهد، اما اطاعت را از رسول الله صلی الله علیه و سلم کاملا نمیکند، بلکه یک اولیای را یا که یک ایشانی را سختتر از رسول الله اطاعت میکند. میگوید هر چیزی که ایشان بابا گفت سخنی همین است، تمام حق است. مذهب پرستان هم مشکلشون در همین است. برای همین ما میگیم که امام الاعظم این رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یکی از علمای شهر خوجند، ابو مسلم خوجندی، که در زمانی که این کمونیست ها، بلشویک ها، لشکران شیطان، لینین و غیره، اینها به منطقه های خوجند و مسلمان نشین هجوم کردند لعنت الله علیهم، این عالم بزرگ اهل سنت و الجماعت از خوجند فرار نمودند، هجرت کردند به افغانستان، از افغانستان به ترکیه و از ترکیه رفتند به ارض حجاز، به مکه، حاضره عربستان سعودی. پس در مکه زندگی کردند، یک چند کتاب ها نوشتند. یکی از کتاب هایشان انمین رد کردن تعصب مذهبگرایی بود. یعنی یک کتاب نوشتند و در این کتاب بیان نمودند که این غلط است و این خطا است، این طاغوت پرستی هست که سبحان الله تعصب شدید به مذهب داشته انسان باشد و سخن رسول الله را ترک بکند. بارک الله فیکم. پس علمای دیگری همچنین کتاب های زیاد نوشتند و در همون کتاب این شیخ ابو مسلم الخجندی بیان میکنند که رحمه الله امام الاعظم، امام بزرگترین گفتن به ابو حنیفه درست نیست. امام اعظم این رسول الله است. اگر ابو حنیفه زنده می بودند و شما می رفتید و می گفتید که امام اعظم تو هستی، شاید شما را لطکوب می کردند، برای آنکه ابو حنیفه قدری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را می دانستند و رسول الله را اطاعت می کردند و فضل قائل بودند و سبحان الله چقدر قدر و درجه و احترام رسول الله را به جا می آوردند. به همین سبب ابو حنیفه تا امروز رحمه الله نامشون باقی ماند، به سبب اطاعت رسول الله، به سبب احترام رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما یک ایده می آیند امروز اطاعت ابو حنیفه را از اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم افضل می دانند. آنها به مشکلی دچار می شوند. مشکلی اول توحید رسول، توحید المرسل را ترک می کنند یا ناقضی در این توحید به وجود می آید، توحیدشان می شکند. سخن رسول الله را می گویی
میگوید که من سخنی ابو حنیفه را میگیرم، سخنی رسول الله را میگویی، میگوید من سخنی ایشان را میگویم، سخنی رسول الله را میگویی، میگوید من سخنی کدام دیگر پیرم را میگیرم. پس این مشکلی در توحید الرسول، در توحید المرسل دارد، در توحید متابعت مشکلی دارد. سبحان الله. امام مالک رحمه الله گفتند كل قول يؤخذ ويرد الا قول صاحب هذا القبر. تمام سخنها گرفته می شود و رد کرده می شود. سخن تمام انسان، خواه صاحب مذهب باشد خواه صاحب غیر مذهب، در بعضی حالت گرفته می شود اگر موافق قرآن و سنت باشد، اگر مخالف قرآن و سنت یا خطا باشد رد کرده می شود. اما یک سخنی کسی هست که هیچگاه رد کرده نمی شود، در یگان حالت به عقل انسان راست آمد یا به عقل انسان راست نه آمد، در همه حالت انسان باید بگیرد. این سخنی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است. صاحب هذا القبر، صاحب این قبر گفته قبر پیامبر صلی الله علیه و آله را نشان داد. این دلالت به اطاعت رسول الله، به واجب بودن اطاعت رسول الله میکند و به این گفته، به این نمود توحید آیات های قرآن دلالت میکند که ما به شما میگیم یکی از مهمترینش این است که الله سبحانه و تعالی میگوید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، الله را اطاعت بکنید و رسول الله را اطاعت بکنید. وقتی که الله را اطاعت کردید و رسول الله را اطاعت نکردید قبول نیست. بارک الله فیکم. پس این بود یک نمودی تقسیمی توحید و نمودهای توحید. بارک الله فیکم. و فهمیدن اینها و دانستن اینها البته اهمیتی توحید را بر قلب شما زیاد میکند و ان شاء الله سبحانه و تعالی با همین این حلقه را به پایان میرسانیم و در حلقه آینده به شما راههای تقسیم نمودن توحید در نزد اهل سنت و الجماعت را بیان میکنیم. یعنی اهل سنت و الجماعت با یک چند نمود و با یک چند راه توحید را تقسیم میکنند. بعضیشان توحید را به دو قسم تقسیم میکنند، میگن که توحید دو قسم است. بعضیشان توحید را به سه قسم تقسیم میکنند و بعضیشان توحید را به 4 قسم یا 5 قسم تقسیم میکنند و همه اینها را به شما ذکر میکنیم و به شما بیان میکنیم که یکی از اینها به دیگرش هیچ ضدیتی ندارد. یعنی شما باید بدانید که یک کس بیاید و بگوید که توحید به 2 قسم تقسیم می شود و سخن علمای اهل سنت را به شما ذکر بکند. بگوید که توحید ربوبیت و افعال، توحید یعنی یکمش بگوید توحید ربوبیت است و افعال است، یعنی فعل های الله سبحانه و تعالی، و بگوید که این توحید علمی هست، یعنی توحید ربوبیت و اسما و صفات را در بر میگیرد، و دومش بگوید توحید عملی هست، این توحید الوهیت. تمام این گرچنده که به 2 قسم تقسیم شده است، اما 3 نمودی توحید را، 3 نمودی توحیدی که اصل است توحید ربوبیت، توحید الوهیت، اسما و صفات را در بر میگیرد. یعنی در این حالتی که توحید به 2 قسم تقسیم می شود گفتند، معناش این نیست که یک نمود توحید را انکار کردند، بلکه یک نمود توحید را به درون یکی از نمود توحید ربوبیت داخل کردند. پس یک کسی دیگر میگوید توحید را 3 قسم میگوید، یک کسی دیگر میگوید توحید را 4 قسم، یک کسی میگوید 5 قسم. یکی اش به یکی اش ضدیت ندارد که ما این سخن را در حلقه آینده کاملا با تفصیلش ذکر میکنیم. این نباید در بین اهل سنت و الجماعت اختلاف باشد. بارک الله فیکم و حیاکم الله